فرماس روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست اندر تله به طعمه به روبال بیاراست. قافیه چه چیزی داره؟ روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست اندر تله به طعمه به روبال بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت امروز همه روی جهان زیر پر ماست. بر اون که پرواز کنم از به زر خویش میبینم اگر ذره اندرده که دریاست. سیاه نرگیله سیاه نرگیله سیاه نرگیله عقاب نرگیله لکشی ناصر خستان چطور شلوغش کردی؟ تو میدونی ناصر خسرو کی داری جور مسخره بازی در میاری؟ من نمیخواستم مسخره بازی در بیارم، من نمیدونستم کیه مرده. روز درسیزو بخونم. چطور خب نمیخوای درسم بخونه بلند شو برو. بابا از ماست که بر ماست، همینجا خودش 2 تا سطل ماست حروم کرد، بعد با ما میگی تو؟ اگه میخوای درس بخونی بخون، نمیخوای بخونی چالی بازی در میام. بلند شو برو گم شو بینم. موشو گربه تا منجری آوردن که در اطراف فلان شهر درختی بود و زیر درخت سوراخ موش و نزدیک آن گربه خانه داشت. به صیادان آنجا بسیار آمدندی. روز این صیادان بنهاد گربه در دام افتاد و بنماد موش به تله به تومه موش به تله به تومه سیاه نرگیله سیاه نرگیله گربه نرگیله سلیم مرده چه میکنی تو؟ برام درس میخونم. میخوام 100 سال سیاه نخونی. این چه درس خوندنیه؟ این درس هم با ریتمه خیلی قشنگه. بذار درسمو بخونم. درس با ریتمه چیه؟ بلند شو که پی مرگمو میخوام بزنم ما. بابا بذار درسمو بخونم. خب ما فردا تجدید آوردم کی جواب میده؟ این درس خوندن تو داری نیامبونه میزنی یا داری درس میخونی؟ کدوم نیامبون؟ داشتم این چی درس بزرگه؟ 20 کتاب گذاشتیم جلو دست داره موقع درس خوندن. تو 20 کتاب میتونی بخونی؟ ها ما همیشونو میتونم بخونم، همشون. همین الان تو گفتی منم باورم شد. یه مسئله بیرون از کتابت بگم. 2 تا دوچرخه سوارن، یکیشون از آبادان حرکت میکنه به سمت خرمشهر، یکیشون از خرمشهر حرکت میکنه به سمت آبادان. این که از آبادان میخواد بره خرمشهر 1 ساعت طول میکشه، او که از خرمشهر داره میاد آبادان 45 دقیقه. چرا؟ فکر کنم خرمشهره رفته زیر پل جیگر زده. اصلا تو راه نیستادن، همه چیشون مثل هم دقیق حرکت کردن با هم دیگه. راه مخفی زده؟ نه یه خورده کله پوکت به بار بنداز. پایدون محکم‌تر زده دیگه. اومده آبادانه تا میخواست یه پایدون بزنه 2 ساعت طول میکشه تا بخواه برسه. جوابش بلدی یا نه؟ جوابش فکر کنم آبادانه گرمش شده بود رفته بود. یه خورده آیکیوتو به کار بنداز. دیگه اکبر نگرش ندار، به درد هیچ که نمیخوره جز خودت. خب چی میدونم جد بسته پشتت. اونی که از خرمشهر میومد باد پشتش بود، اینی که از آبادان میرفت باد تو سینهش بود. ما که خبر نداشتم هوا چطوری بوده. طبق معمول فکرم گرد و خاک بوده. پاشو رو گم شد. پاشو برو برو میرم.